استفاده گوگل فرم وارد براوزر کامپیوترتان یا موبایلتان میشین. از سرچ بار گوگل اکانتتان رو سرچ میکنین. اما وقتی که وارد شد برین ساین این میکنین در داخل گوگل اکانتتان. اینجا روی اگر این صفحه باز شده بود خیلی خوب، اگر نشد روی نقطه ها کلیک میکنین. بعد این صفحه باز میشه که شما آپشن های گوگل میبینید. بعد میایین روی فرمز. وقتی که روی فرم آمدین اینجا فرم جدید یا بلانک فرمز میزنین. اینجا موضوع امو پرسشنامه تانه هر چی که هست اینجا میتونین یک توضیح مختصر بدین در چی مورد هست. در اینجا سوالی که مطرح میکنین و در اینجا هم جوابایش هست که شما میتونین 4 جواب. اینجا آپشن های جوابایش هست، میتونین که به شکل پاراگرافی باشه، به شکل سوال جواب کوتاه باشه، پاراگرافی باشه، مولتیپل چویس یا چند گزینه ای باشه، حالت چک باکس باشه. میتونین از اینجا مثلا ریت مثلا یک ستاره بدین، 1 ستاره ای، در 5 ستاره، 4 ستاره. اینجا ستاره هاشه. خلاصه بسیار گزینه های خوبی زیادی. تاریخش میتونین نوشته کنین، زمانش، نمره مثلا چند نمره میتین. تمام آپشن هایی که برای استفاده خودتان نیاز میبینین اینجا وجود داره. و نیز میتونین برای هر سوال و جوابتان از اینجا عکس یا فایل هم اضافه کنین. اینجا میبینین ویدیو متن نوشته میکنین یا مثلا ویدیو اضافه میکنین و اینجا میتونین که شیر کنین. اینجا لینک ها را اینجا شریک کنین. در اینجا فرم که شما اینجا آماده کردین با این شکل نمیه، با این شکل اوتپوتش یا خروجیش اینطوری میه که شما البته ما فرم آماده نکردیم به خاطر اینجا زیاد جالب معلوم نمیشه. وقتی که فرم آماده شد اینجا شما به شکل بسیار قشنگ میبینین اون را، اما شکلی که شما نیاز دارین که ساختین خودتون. از اینجا میتونین جوابا رو برای پرسشنامه که مطرح کردین جوابایش هم اینجا چک کنین. و از اینجا تنظیماتش هست که شما میتونین فرمتان رو تنظیم بکنین و برای مطابق نیازتان گوگل فرم هست که خدمت شما تقدیم شد.